شعله مقاومت رو برافروختند. از مدینه زمان پیامبر که در برابر قدرت ارتجاع زمان ایستاد، تا تبریز در برابر دیکتاتوری محمد علی شاه، تا مسکو در برابر ناپلئون، تا لنینگراد در برابر هیتلر و تا کنئو در برابر فاشیستا. مقاومت شهر اشرف هم در ادامه همون خط پایداریه و میشه گوشه‌هایی از قهرمانی‌های گذشتگان رو در سیمای پایداران امروز اشرف دید. پدرم مشتاق بلند مرتبه که الان بیش از 20 سال در خود اشرف هست. من که بچه‌ش هستم خودم هیچ وقت پدرمو ندیدم، ولی من افتخار میکنم که چنین پدری دارم که زندگیشو گذاشته کنار، بچه‌شو گذاشته کنار، همیشه گذاشته کنار و برای آزادی ایران می‌جنگه. بله، اشرف و اشرفی ها سال هاست که با فدای همه چیز خودشون ایستادند، به تأسی از راهبر و مقتدای تاریخی خودشون، امام حسین علیه السلام. همچنین به تأسی از مصدق بزرگ که در بیدادگاه نظامی شاه فریاد زد اون جایی که حق در کار باشه با هر قوه‌ای مخالفت میکنم، از همه چیزم میگذرم، نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم، هیچ چیز ندارم مگر وطنمو که جلوی چشمانم دارم. و به خاطر فدای پاکترین عواطف فردیه که اشرفی ها اینطور تمام عواطف انسانی والاترین انسانها رو در سراسر دنیا متوجه خودشون کردن. عواطفی که مثل آینه نور اشرف رو انعکاس میده. از فراز نردبان نوری به سوی قله می آید که رنگ ارغوان دارد. واقعا با ایستادگی ما رو سرافراز کردید و میکنید و میدونم که تو سالهای بعد قیمت و ارزش کلمه اشرف و اشرف بیشتر نمایان آشکار میشه و میخوام بگم این قلب من نیست که من رو زنده نگه داشته، این عشق شماست. با امید دیدار خدا نگهدار. و همه اشرفیان، این کوه مردان و شیرزنان، این اسطوره های مقاومت و پایداری. ای پرچم داران آزادی، ای ادامه دهندگان راه حسین، شما در بهترین جای قلب ما جا دارید. اللهم انصر اشرفی الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انشالله که هر چه زودتر قدم های مبارکتون رو برای این خاک و بساط ظلم رو جمع کنیم و ما حلقه های کور رو به گردن ما بیاویزیم. باعث افتخاری خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. ما و همه مردم ایران با شما هستیم و خواهیم ماند. اینو بدون که یه حمایتی بالاتر از همه حامیان بچه‌های ما حفاظت میکنه که اون کسی نیست جز حضرت علی علیه السلام و سید الشهدا امام حسین. به امید روزی که بیان ایران و قدماش رو روی چشمای ما بذارن، ما هم کوچه های تهران، خیابونای تهران رو برای اونا گلبارون کنیم.